نداره. خانم شیرزاد شما واقعا فکر میکنین اگر چیزی نگین اتفاق خاصی میفته؟ من این حرف شما رو توهین به خودم تلقی میکنم آقای محترم و بهتون هشدار میدم که عواقب این توهین ها رو در نظر داشته باشید. حالا این چیزی که گفتین چه ربطی به مرشد زاده داشت؟ مگه حتما باید ربطی داشته باشه؟ به جان مادرم من موندم این چرا تا حالا زیر ماشین نرفته. من تو آخرش وایسادم. جمعش کن بینیم بابا. درست صحبت کنید آقا. با منی؟ نه خیر، با آقای ناصر هستم. من دیگه تحمل این توهین ها رو ندارم. کدوم تو اینا؟ اصلا کی با تو حرف زد؟ شما با من حرف نزدید؟ شما نبودین که به من گفتین من چطور تا حالا نرفتم زیر لاستیک ماشین؟ آقای مرشد زاده خوابشون میومده خوابیدن، حالا چرا اینجا خوابیدن؟ خانم شیرزاد وقتی یه نفر اینجوری افتاده کف زمین یه نفرم اونجوری با چوب وایساده بالا سرش یعنی چی؟ میتونم مشورت کنم؟ ای بابا، یعنی این که با چوب واسطه زده تو سر اینی که خوابیده اینجا. بله اینم میشه. خاک تو سرم مرده! خانمشی یکی بگی چیکار کنی؟ من بگم به نظرم بگین که بیان پروانه مطب دکتر افشار رو لغو کنن. خانم شیرزاد ایشون رو نمیگم اینو میگم. آها ایشون که پروانه مطبشون خود به خود لغو میشه بعد از فوتشون. یعنی واقعا اگه همه آدما اینجوری بودن تا حالا نسل انسان منقرض شده بودا. رفتار شما واقعا غیر قابل تحمل آقا ناصر. با منی؟ مثلا حرفی زدن؟ من چیزی گفتم به شما؟ منظورتون چی بود که گفتین اگه همه آدما مثل من بودن نسل انسان منقرض میشد؟ این کیه دیگه بابا؟ منو از دست این نجات بدین.